لوئیس دیاز داره اونجا ضربه رو میزنه و تو گل نشد. با این رو میندازه موقع به لوئیس دیاز، ضربهش خودخواه پول ضربه رو میزنه و تو جونز برمیگرده موقع به بازیکن رئال. عجب توپی رو عالی میندازه، یه ضربه یه سر و توپی که از کنار یه موقع بازیکن لیورپول لوئیس دیاز ضربه رو میزنه و بازم توپو کورتوا خود سلا کرتیس جونز، یه موقع به کرتیس جونز عالی کار میکنه به بازی اضافه بشه، توپ یه توی دربازه یه ضربه یه سر. چه گلریه کریم برادلی عالی کار میکنن و گل برای لیورپول توسط مکالیستر زده میشه. اینقدر فشار آوردن که دیگه کورتوا نتونه. وقتی بازیکن رئال هست، پنالتی برای تیم رئال. امباپه ضربه رو میزنه و میگیره توپو. کلهر باز هم وارد محوطه میشه، پنالتی. بله حالا در برابر کورتوا ضربه رو به بیرون میزنه. کجا زد؟ با کجا بلند میاد روی دروازه، یه ضربه یه سر و اینم گل دوم. کادی خاکپو حساب کارو 2-0 میکنه و حالا دیگه لیورپول میشه تیم برنده این میدون بدونیم. الیستر بلند سات میکنه روی دروازه، چیکار کرد اونجا؟ کریمه میشه رو به عقب، این ضربه از او و شانس موتورش فوق العاده است. یا تک به تک یه چیپ میزنه اونجا و واقعیت اونجا در مقابل دروازه با صورت خودش